سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید ویدیوی جدید. ببین دیگه خودتون میدونید دیگه، اگه میخواین حمایت کنید باید چیکار بکنید دیگه. 2 ساعت نیام بگم چیکار کنید چیکار نکنید. متشکرم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. متشکرم از همتون که حمایت میکنید. بریم سراغ اصل ماجرا. ویدیوی امروز در مورد بهترین تنظیماتیه که خودم براتون در نظر گرفتم. یعنی تنظیمات خودمه که براتون گذاشتم که استفاده بکنید. خیلی گفته بودن که تنظیمات حالا جدا از سنسیتیویتی رو بذار. حالا اگه توضیحاتو نمیخوای گوش بدی برو آخر ویدیو هست اونجا ببین. ولی خب یه سری نکات پایه باید بگم که رعایت بکنی، چون اونجا من صحبتی نمی کنم، فقط بهتون نشون میدم. ببین گزینه‌هایی که گذاشتم، هر جا مشکل داشتید که این کارو میکنه رو بهم بگید. خب چون من اینجوری با این ستینگ بازی میکنم دیگه، میدونی چی میگم. و در این حد بگم که واقعا بعد از سال 2023 2 ماه پیش من این تنظیمات رو تغییر دادم و یه سری نکات پایه‌تری رو بهش اضافه کردم که داخل این ویدیو میتونی بشین دیگه. مثل من مثلا چیزی که من چیدم باش اینجوری بازی میکنم. تو هم میخوای با اینجوری بازی میکنی حتما بشینش. و من دوستان امیدوارم که این بازی مشکلاتش هم درست بشه، واقعا به وعده‌اش عمل بکنه. میگم ما رو موبایل فعلا گیم خفنی نداریم. وردمول واقعا اذیت میکنه. اپکس هم خب فیلتره. کالاف هم خب قدیمی شده. این چی میگم، فعلا این هستش، اینجوری در این حد و بهترین تنظیماتش رو گذاشتم. دارم که لذت کافی رو از این تنظیمات ببرید. حتما منو حمایت بکنید. عضو کانال تلگرام یوتیوبمون بشید. صحبت ها رو بهتون گفتم، هر جای از ستینگ مشکل یا اشکالی بود بین به من بگید، یا هر کجا اشتباه بود، نمیدونم حالا زیاده روی بود، بهم بگید، حتما بررسی میکنم. جایی هم مشکل داشتین 100% کانال تلگرام اطلاع بدید. حالا در مورد فیلتر شکن داستان من بهتون گفتم. آب پاکی بریزم دستون. رادار ریده رسما و فقط یه گیراب مونده دیگه ببینم تو ایران. حرفی نمونه دوستان. بریم سراغ تنظیمات. حتما بچینیدش. برای تنظیمات پایه حرفه‌ای خیلی خوبه. دمتون گرم. تا ویدیو دیگه فعلا رفقا بریم تنظیماتو بریم.